آموزش زبان از صفر با فعل‌های بی. فرم سوالی ورب بی رو میخوام بهتون آموزش بدم. در زبان انگلیسی ساختار گرامری فرم سوالی بی خیلی راحت و ساده است. توجه کنید به بورد. شما این جمله ها رو میبینید که همش هم کوئسچن مارک دارن، علامت سوال. برای اینکه بخوایم جمله ها رو سوالی کنیم جای فعل و فاعل عوض میکنیم به همین راحتی. اگه دقت کنید تمام این جمله ها ورب بی اومده اول جمله. توجه میکنید am is are و فاعل جمله هم اومده بعد از ورب بی، کاملا مشخصه. من از روی جمله ها براتون میخونم. Am I in class 4؟ آیا من تو کلاس 4م؟ Is she a girl؟ آیا اون یه دختره؟ Is he a boy؟ آیا اون یه پسره؟ Is it good؟ آیا اون سالمه، اون خوبه؟ Are you married؟ آیا شما متأهلی؟ Are we late؟ آیا ما دیر کردیم؟ Are they asleep؟ آیا اونا خوابیدن؟ حالا شما با room 5 یه جمله بسازید. آیا من توی اتاق 5م؟ به این شکل بگید. فکر کنید توی هتلی میخوایم بگید آیا من تو اتاق 5م؟